اون فتوایی که خامنه‌ای داد، من نمیدونم کی این فکر رو در سرش انداخت که فتوای بسیار نابجا و نادرستی بود و دست خودش رو بقیه رو بست. شاید اومدن گفتن که اگر فتوا بدی به خاطر اینکه مملکت اسلامی و فلان و بیسار و اینا میپذیرن که ما نمیخوایم بمب بسازیم، بعد حسن نیت ما اثبات میشه. نفهمیده بودن که حسن نیت 1000 بارم اثبات بخوای بکنی اثبات نخواهد شد هیچ وقت از تو حسن نیت نمیپذیرن. داستان بهانه‌گیری و زیر فشار گذاشتن ایران. ضمانت میدم چیه؟ هر ضمانتی بدی قبول نمیکنن، رد میکنن، میذارن کنار. این نکته اصلا نفهمیده بودن. حال گذرا یادآوری بکنم که وقتی سیاست و مذهب رو اینطوری با هم دیگه قاطی میکنید و کسی که در اون رأس قرار هم رهبر مذهبی باشه و هم سیاسی و میتونه در زمینه سیاسی فتوا صادر بکنه، از این مشکلات هم براتون پیش میاد. یه همجوری میخواستم گذرای تبلیغی بر لایزیته بکنم که توجه داشته باشید، قاطی بکنید از این دردسرا داره. حالا تا این یکیشه باقیش که هر روز میبینید. ایران هرگز نخواهد مرد.